گاهی خنده یک انسان فقط خنده نیست، یه فریاد پنهونه از دل درد، یه امید در دل تاریکی. جیم کری پسر فقیر کانادایی بود که توی ون زندگی میکرد. خانواده‌اش همه چیز رو از دست داده بودن، اما یه چیز هنوز داشت: رویا. هر شب جلوی آینه با خودش تمرین میکرد لبخند بزنه حتی وقتی دلش میخواست گریه کنه. دنیا اون رو با خنده شناخت، اما پشت اون لبخند سالها درد و جنگیدن بود. و وقتی به اوج رسید فهمید که شهرت همیشه خوشبختی نمیاره. اون گفت امیدوارم همه به رویاهاشون برسن تا بفهمن اون چیزی نیست که دنبالشن. جیم کری یادمون داد موفقیت فقط خندوندن آدما نیست. اینکه بتونی بعد از طوفان هنوز لبخند بزنی، اون یعنی قدرت واقعی. جیم کری مردی که از تاریکی نوری ساخت که هنوز می‌درخشه. جاده شهرت داستان کسانی که از درون شکست شکوه ساختند. سابسکرایب کن برای شنیدن داستان‌های بعدی از دل زندگی و چهرهایی که از درد الهام ساختند.